خیلی ها سوال پرسیده بودن که چرا خودرو ما مشکل ناک زدن داره، یعنی خودرو ناک میزنه. اولین دلیلی که باعث ناک زدن خودروتون میشه سوخت نامناسب هستش. شما اگه سوخت خودروتون نامناسب باشه باعث ناک زدن خودروتون میشه. دومین ایرادی که پیش میاد که یکی از مهمترین دلایل ناک زدن میتونه باشه همین شمای خودروتونه. شم خودرو اگر بی‌کیفیت باشه و جنس اصلی نباشه باعث ناک زدن خودروتون میشه. یک دلیل دیگه هم وجود داره که باعث ناک زدن خودروتون میشه، این کربنای روی پیستون. این کربنا باعث میشه احتراق زودرس رخ بده و همین احتراق زودرس باعث ناک زدن خودروتون میشه. حالا چه موقع ناک زدن به موتور فشار میاره؟ وقتی که شما موتورتون داره ناک میزنه و باهاش رانندگی میکنید، این قسمت‌های پرفشار پیستون با جداره سیلند یا بوش برخورد میکنه و همین برخوردها باعث از بین رفتن جداره سیلند یا بوش یا خراب شدن رینگ و پیستون خودروتون میشه. در دراز مدت باعث به وجود اومدن روغن سوزی داخل خودروتون میشه. پس حتما به این نکته خیلی دقت کنید.